ما این نسلی هستیم که حتی وقتی بهترینیم فکر میکنیم کامل نیستیم. حتی وقتی 1000 تا کار انجام دادیم تهش پیش خودمون میگیم که میتونستیم از این بهتر باشیم. همه دارن تشویقمون میکنن، ما همون لحظه یه لبخند میزنیم پیش خودمون میگیم که اونا که نمیدونن چقدر گند زدی. کمالگرایی خیلی قشنگه، اما تا زمانی که تبدیل نشه به یه دیو بی‌رحم تو سرت، یه دیو که مدام داره بهت میگه صدا بده، محتوا بده، بیشتر تلاش کن، اصلا الان وقتش نیست. یه دیو که نمیذاره شروع کنی، نمیذاره ادامه بدی، نمیذاره تموم کنی. میدونی تو نمیخوای کامل باشی، تو فقط از این میترسی که بقیه ببینن کامل نیستی. دردناکترین بخش کمالگرایی دقیقاً همونجاست که آروم آروم ازت میدزده. جرأت تو، اعتماد به نفس تو، لذت خلق کردن و یه کاری میکنه به جایی که با پیشرفت خودت حال کنی، هر روز از این متنفر بشی که چرا کامل نیستی. اما از امروز به بعد یه کاری کنیم، یه کار ناقص، یه ویدیوی معمولی، یه نوشته نصف نیمه، فقط یه کاری کنیم که اون دیو بفهمه ما دیگه براش زندگی نمی‌کنیم. منم با یه ویدیو خیلی معمولی شروع کردم. امیدوارم که کلی کنار هم حال کنیم و خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من.